این کاکا از گلوی تو شما تیر میشه، طفل سعی کنه غریب هم باشه نانم نخورده باشه، شما کباب بخورن از گلویتون تیر میشه. اگر تیر شد خب من میگم خفه نشین، مسلمانیتان شکست. اگر تیر شد این کاکا از جاش برخاست، آهسته رفت و دستک این طفل نازنین را گرفت، طفل معصوم یتیم را گرفت و آهسته آهسته طرف میزی و این را بالا کرد و به سر چوکی میزشان. باز به دهنش میتی، طفل میخواه خودش بخوره، با این میخواه به دهنش بته و اشکای طفل میریزه. در چند دقیقه محدود کاسه نان خالی کرد، شاید یک شب روز نان نخورد. رئیس این رستوران، خدمه های این رستوران همه از دیدن این منظر عشق و علاقمندی این ولی خدا در حیرت فرو شدن. شاید بار بار اون رئیس رستوران این طفل دیده باشه و این نشره نگرفته باشه، زیرا در قلبش خدا نیست. الله میگه جل جلاله حدیث قدسی، انا عند منکسرة قلوبهم، ما در دل شکسته دلان است. بازار ما شکسته دلی میخرد. برادرای محترم، وقت پوره شد، شما را به الله پاک میسپارم. الله شما را ذاکر بسازه. خداوند در قرآن کریم، ما نه آیتی خواندیم نه حدیثی، زیاد نه. در قرآن شریف در یک جا میگه که مسلمانای ذاکر را، مردای ذاکر را و زنای ذکر کننده را اعد الله لهم، آماده کرده برایشان رزق کریم، جنت زیبا را یا الله دیدار بر ما نشان بده. دیدار، خداوند دیدارش رو برای شما نشان بده. غم نخوره. اون روز یک کسی آمده همین تو جگرخونه است، مولوی صاحب از کابل آمدیم، بسیار از راه دور. چرا؟ بسیار جگرخونه هستم. گفتم از این گپ بزن که غم دین است یا دنیا؟ نه دنیاست. ما خنده کو. دنیا چیست؟ الله داری نداری؟ گفت دارم. تو مسلمان هستی نیستی؟ مولوی صاحب چی بگه؟ مسلمان هستی؟ خب الحمدلله بگو خیر. مسلمان هستی؟ نماز میخوانی؟ روزه گرفتی؟ به شفاعت محمد مصطفی باور داری صلی الله علیه و سلم که روز قیامت پشت میکنه؟ بله. تو چی غم داری تو؟ او چه در جاش خیست؟ گفت رفتم جواب خدا گرفتم، بگوین الله اکبر. و شکر دختر است خفه است، بیادرش مرده خفه است، دوکانش در گرفته خفه است. این چی؟ این چی خفگی است؟ ای برادر، ای خواهرها، الله را یاد کنید، بگوین الله اکبر. دنیا زوال داره، کسی را عشقش، کسی را محبتش، کسی را احترامش، کسی را بندگیش، کسی را غلامیش، کسی را مزدوریش قبول کنین که او هیچ زوال نداره. او کیست؟ هر جایی که میری با تو است. الله فقط از تو یک چیز میخواه، او را یاد کو. او به این یاد ضرورت هم نداره، ولی به تو امر میکنه که فذکرونی، مرا یاد کنین، من شما را یاد میکنم. شما به بیچارگی، الله به رحمت، به بزرگی. شما در دنیا، الله در دنیا و آخرت. شما در دنیا، الله در قبر تو را عذاب نمیکنه، الله در قیامت تو را رسوا نمیگردانه. این حدیث پیامبر گرامی، حدیث صحیح که الله بلا کیف در گوش گناهگار میگه که گناه که کرده ولی توبه کرده. یک جای قرآن عظیم شان هم میگه که اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. وقتی که فحشا میکنن بعضی بنده ها و گناه میکنن، یک دفعه الله به یادشون میاد، بگوین الله اکبر. فاستغفروا لذنوبهم، طلب مغفرت میکنن گناهانشان را، باز الله میگه گناهایشان را میبخشم. با چی میگه؟ و من یغفر الذنوب الا الله. کی میبخشه گناه را غیر از الله؟ کسی میتونه ببخشه؟ او برای ما قصه کردن، خدا کنه که دروغ باشه، گفت یک مردم است، باز پیش ملایشان میره، ملا صاحب 60 سال روزه نگرفتیم، باز میگه یک چیزی پیسه بر برو، یک 20 سالش بخشش، یک 10 سال نمازت بخشش. آیا این کار ملا میتونه؟ ملا رو سبان، امام او سبان، رهبر او سبان، این کار حضرت محمد مصطفی میتونست؟ بگوین صلی الله علیه و سلم. نه. و من یغفر الذنوب الا الله. گناه را کی میبخشه غیر از الله؟ الله. خب به برکت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، به برکت رسالت محمد مصطفی علیه السلام، اگر تو شاخه های معنویت به آسمان هم باشه، ولی اگر ایمان نداشته باشی به پیغمبری پیغمبر ما، مسلمان گفته نمیشه. عزتی که رسول خدا داره صلی الله علیه و سلم. شما رو به خدای پاک میسپارم.
هیچ چیز اگر به یادتان نباشه هم تشویش ندارم. فذکرونی الله را یاد کن، الله تو را یاد میکنه. یاد الله از زبان قلب شروع میشه. زبان قلب و گپش بالا هست، خصوصا قلب و گپش بالا هست، اما منحصر نیست. چشم که زنا نکرد ذکر چشم است. زبان که غیبت نکرد، چرا غیبت کنیم؟ چرا عوض سبحان الله نگوییم؟ چرا استغفر الله نگوییم؟ چرا لا اله الا الله نگوییم که غیبت کنیم، دروغ بگوییم؟ چرا وقت خود ضایع کنیم؟ بعد از این خدا کنه که به این تصمیم رسیده باشین و وجدانهایتان زنده شده باشه. وجدان کی زنده میکنه؟ یاد الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت دل زنگ میگیره. کسی پرسان کرد و ما جلوها یا رسول الله، جلای دل چی هست؟ زنگ دل چی میبره؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ذکر الله. اگر دیده باشین کسایی که ذکر زیاد میکنه سالکین است، ذاکرین است، زیاد گریه میکنن، قلبشون زیاد نرم است، تقوا زیاد میکنن. این از دلیلش همی است که الله را زیاد یاد کرده، الله او را یاد میکنه. و حدیث صحیح بخاری است، کسی را که الله یاد کرد به دوستیش، بعد به جبرئیل میگه که فلانی را وای وای کاش که ما باشم. بگوین کاش که شما هم باشید. اول اللهم اغفر لی است، خدای اول مرا ببخش. هر کدوم تو میگن اللهم اغفر لی. پیغمبر علیه السلام گفت ولی نفسک علیک حق، نفس سرت حق داره. یک معناش است که اول به نفسم دعا کنی ای خدای ما را ببخش. خداوند ما و شما را اهل بخشش بگردانه، اهل رحمت بگردانه. پیامبر علیه السلام گفت جلای دل ذکر الله تبارک و تعالی هست. از زبان و قلب شروع، منحصر نه. این پای طرف مسجد که میرن پای چی که دارایست؟ ذکر. این طرف میری دارایست تبلیغ گوش میکن، چی میکنی؟ چشمای ذکر که دارایست. نظر مومن به مومن رحمت است. حدیث مسلم شریف، نظر المؤمن الى المؤمن رحمت، رواه مسلم. گوشها به گوشهای باز گوش داری. چی را گوش داری؟ تبلیغ را. این گوش ذکر که دارایست. قلبت قلا خواب است، زبان بسته، دم چورت است. و یک گپی بسیار عمده به یادم آمد، خوب است که به یادم آمد. من اینو گفتم که براتون میگم. شما اگر با خودتان گپ میزنید، مثلا میخواین که یک چوکی جور کنین، نجار است دیدی، من که رفتم از اینجا به خیر خانه 4 تا چوب میگیرم، میره از ذره میکشم، با خودت میگی. امیر چی میشه که با خدا بگویی که ذکر شود؟ ای الله اینه که رفتم 4 چوب باز مرا تنها نمونی، بخیر که من به توفیق نشم. خود پروردگارا قصه کو، با الله قصه کو. یکی تو بگو یکی او میگه، از تو او میشنوه خو از او تو نمیشنوی. با الله بگو، خیال میکنی هم تو چوتی پروردگارا یک ترکیه برو. بیبی تو با الله بگو الله یک ترکیه میرم. اگر رفتارت بخیر باشه میری، اگر نباشه تو رو نمیمونه. نور ذکر تو رو نمیمونه. ای الله پروردگارا همو دختره که یک سیاولی که او طرف است یک دفعه ناغلطی دیده بودم، پروردگارا خدای مرا ببخشی. پروردگارا من خو رفیقم تو هستی، همان گونه که معبودم تو هستی. یک نام خداوند چی است؟ رفیق. پوشا قرآن شده بیدید رفیق. ای پروردگارا من با تو راز دارم، من با تو نیاز دارم. او نموره چی میشه که به ما گرفته بیتی؟ خو اختیارت پروردگار زور ندارم. ای ذکر میشه، ای دعا ذکر شد، ای عبادت ذکر شد. در خیالت الله، در ذهنت الله، در خونت نام الله، در عقیدت الله، در گشتارت الله، در گفتارت الله، در خوردنت با نام الله. بسم الله بسم الله بسم الله. او دیوانای دیگه چی میگه؟ بگی نه بچهش، بگی که بسیار گوش نماندیم. خب بگی یگان مسلمان تری با چی میگه؟ یک بسم الله کنین. بسم الله نمیگه، میگه بسم الله کنین، لیکن بسم الله رو خودش نمیخوانه. خداوند به ما توفیق بده. الله به ما رحم کنه. به خواب ما، به بیداری ما، به خوردن ما، به نوشیدن ما، به پوشیدن ما باید که یاد کنیم. باز چی میشه؟ چی فایده داره؟ ثوابش علایده، جنت علایده، روشنی قلب علایده، خوبی دنیا علایده، رزق و روزی علایده، آخرت خوبی علایده. از همه اینا تر شوین، تنها یک چیز بلندتر چیست؟ الله تو را یاد بکنه. تو الله را یاد میکنی، الله تو را یاد کنی. الله ما رو چی فایده داره؟ ما را به دوستی یاد میکنه، به بخشش یاد میکنه، به رحمت یاد میکنه، به مهربانی یاد میکنه. کار ما جور میشه. به صدها آیت قرآن است
کسی که عبادت کنه تقوا کنه باران میریزه، صاحب اولاد میشه، صاحب روزی میشه در دنیا. در یک آیت قرآن میگه که کسایی که ایمان به الله میارن و کافر نمیشن اولئک لهم الامن، به این مردم امنیت است. امنیت ما را ذکر الله میاره، امنیت ما را عبادت الله میاره، امنیت ما را تقوای الله میاره، چون الله با ما میشه. خداوند با کی است؟ ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الصابرین. همین صابر کی است؟ شاکر کی است؟ متقی کی است؟ همینا کسایی است که الله را یاد کرده. تا الله را یاد نکنه شکر کده میتونه؟ تا الله را یاد نکنه تقوا کده میتونه؟ تا الله را یاد نکنه صبر کده میتونه؟ تا الله را یاد نکنه کار خوب کده میتونه؟ تماما ریشه کارها خود الله و یاد الله و توفیق از طرف الله جل جلاله است. در اخیر دعا میکنم که اول خداوند این شرمنده را بنده بگرداند و بعد در دعای خود میگم که پروردگارا ما بندگی نکردیم، شرمندگی کردیم، توی رو به بندگی حساب بگرد. الهی از ما خطا و لغزش است، از تو عطا و بخشش است. اگر بگیری حجت نداریم، اگر بسوزی طاقت نداریم. الحمدلله و صلاة علی رسوله و علی آله و صحبه اجمعین. الهی فذکرونی اذکرکم گفتیم، ما تو را یاد کردیم و 100% ما میگیم که تو ما را یاد کردی. پروردگار ما را در آسمانهای خود یاد کردی. ما بندهای بیچاره را، ما بندهای خدا شرمانده را، ما بندهای رسوا شده آخر زمان، ما بندهایی که هر لحظه به دست رفت شیطان گیر ماندیم و باز که همین آمدیم و تو را یاد کردیم، تو گذشت کردی و ستر کردی و پت کردی و بخشیدی. قربانت شوم پروردگار، ما را از جمله بندگانت بساز. بندگان این گونه نه که تا حال بودیم، بندگان واقعیت بساز. ما را پیروان انبیای کرام بساز. انبیای خدا چی مردمای با غیرتی؟ 24 ساعت بی عایشه میگه که رسول الله علیه السلام ذاکرن فی کل احیانه، همه وقت ذاکر بود، یعنی قلبش به یاد الله بود همه وقت. اینا فکر که همه وقت چی؟ حتی وضو که میکردن مبارک همه وقت دیگه ذاکر بود. الهی ما را تو ذاکر بگردانی، اعضای ما را ذاکر بگردانی، فکر ما را، هوش ما را، ذهن ما را، درون ما را، وجدان ما را، روح ما را، عقل ما را، قلب ما را، وطن ما را، جامعه ما را، فامیل ما را خدای پر از نور ذکر بگردانی. آنقدر ما را ذاکر بسازی که از آسمان ها که زمین روشن شود و فرشته ها از آسمان طبق حدیث صحیح ببینن که در زمین بعض جایا روشن است. او پروردگار زمین روشن است، زمین ذکر الله روشن کرده، زمین بندگی الله روشن میکنه. یا الله زمینایی که ما قرار داریم روشن بگردان، قلبای ما رو روشن بگردان. یا الله این امیر روشن فکر میگن، بعضیا بی سطری میکنن، بی حیایی میکنن، بی حجابی میکنن، ما بیچاره افراطی میگن و خودشان با روشن فکر. بسیار مسلمانای معتدل خود میگیرن. نه پروردگار آنچه که قرآن تو گفته، حدیث پیغمبر تو گفته، روشن فکر کسی است که تو در دلش هستی پروردگارا. روشن فکر کسی است که قانون تو را میخواد جاری شود پروردگارا. تو روشن فکران حقیقی را پیروز بگردان، تو اهل قرآن و حدیث پیروز بگردان، تو اهل اجماع و قیاس پیروز بگردان، تو اهل انبیا و اولیاء پیروز بگردان، تو اهل دعوتگرا و مجاهدین پیروز بگردان. الهی ما دستای خود را به طرف عرش تو بالا کردیم، ما به هیچ کس سر پایان نمی کنیم، ما پیش هیچ کس داری نمی کنیم پروردگارا. ما مثل گدایگرا دستکای خدا به هیچ جای دراز نمی کنیم پروردگارا. ما پروردگارا بندی تو هستیم و از تو می خواهیم یا الله ما را ذاکر بساز، اهل ذکر بگردان. چون پیغمبر تو گفت اهل ذکر حتی کسایی که با اینا بشه بدبخت نمیشه. الهی تو ما را بدبخت نگردانی، دست ما را از دامان نور ذکر کندن نسازی. الهی نظر رحمت از ما نگیری پروردگار. این قلبای ما را ببین، ما تو را دوست داریم، در دلای ما محبت توست پروردگار. تو در قرآن عظیم شان این را وعده کردی والذین آمنوا اشد حبا لله، آنایی که ایمان آورند به الله شدید دوست دارن. یا الله، یا الله ما تو را شدید دوست داریم خدایا. این شدت محبت را که عشق میگن از قلب ما بیرون نکنی پروردگارا. با گناه آغشته نکنی که بعض وقت گناه کردیم، از ذکرت دور رفتیم، ما بنده شیطان شدیم، بعض وقت بنده نفس هم ما را بستو گردیدیم.
یا الله دیگر ما رو رسوا و ردی و رذیل مگردان، در دنیا و آخرت به عزت ما مساز. و هر برادر و خواهری که دعای خواست از این مجلس و مسجد، خدایا دعایشان شرعی باشه قبول بگردان، مشکلات شرعی ما را، مشکلات شرعیشان رو برده خیر بساز. برنامه های بزرگ هر برادر ما، هر خواهر ما داره شرعی باشه پیروز بگردان. حمایت ما کو، حمایتشان کو، تنها ما نگذار پروردگار، ما فقط و فقط تو را داریم و این بس که تو را داریم. و آخرین قول ما را کلمه مقدس لا اله الا الله محمد رسول الله بگردان.